خب دوستان عزیز کوهنوردی هم دیم خسته شدیم. تقریبا 3 ساعت راه رو دیم. 1-3 ساعت دیگه هم بریم دیگه برسیم در موقعیت. هوا هم بسیار لوکسه. مرغ کارخ میبینین چیخ که داره این انگیزه میده فقط بالا برو. علی دای کندی والا که امروز ما را امرایی ده خانه شابات خب مهمان ما باشی ما نان پشت کدم دیگه بلدیزی باشه. خب دیگه نان دادن کاری مرد است. نان دادن کاری مرد است. نان دادن دیگه هم پیش رویز مه که نفرت هاشت یا چه وقت یا شاه همونج بده بگیرم یک خانگه به او بالا و نظر هست دیگه بابنم از سر کام ویدیو میگیرم بیننده ما باشین تا آخر مفته. خب بالاخره یک جای چی جایه با خدا چی جایه چقدر مقبوله اینال سهل کن یک دفعه ببینیم خدا وکیلی لذت بابرین لذت. او چی لذت در کجایه؟ شاید کلگه خوشی جازی کار نبیه. شما از افغانستان؟ بابا خوش نه یعنی چی؟ هیچ امکان نداره هیچ امکان نداره هیچ امکان نداره کس خوشی نه کس خوش نماد مار بلاک کنه خلاص. خداحافظ چاو تا دیداری بعد. خب امروز قرار از اونجا ادامه بدیم برامون تو سر از اون کوه اون تو سر کوه مرقم گشته بیاییم از اینجا پیاده شدیم. این می آدم را ما شار آوردم خب که کو مور ببینه بازم پشت چرخ بدستن کو شار سهل نمشه آدم نمشه نان چاشتی ما بچه غریب که باش نان چای مکنی. اخ امروز چه خونکی وقت هم خونک سر میبینی آقای رنگانجار میبینید اینجا بوزای چنگلی میکنن بوزای کویی چک کرد میده ای اینگرم که میبینید خدا بیامرز بابه من ده میراث دیگه میراث خور میرد بالم رای ما ادامه دارم قرار سر از کو 1 ساعت دیگه مریم بالاخره. باز میبینین کجا رسیدیم کجا نرسیدیم. صاحب محترم یک برگر آوردیم آوردم سر کو اونجی اگه نصیب قسمت بود تاکند بال چرت از نه پشتا خبر که یا نه والا سینگ چنده تبیرتون خده سنگ کلگیش در چاله دوستان آوردیدم نور حال از رادیو شنیدم نور کلگیش یاد دیگه یاد نداره
چله دیگه تمام. پشتون از 30 ثانیه‌ای دیگه خلاص میشه. چطور امروز؟ گرمی؟ هوا بسیار خوبه یک لاکچری؟ هوای معتدله به خاطر اینکه نه انقدر سرده نه انقدر گرمه. البته آدم یک جای نشسته باشه خب میتونه آفتاب یخ. بگیره. آره ولی که راه بری را بری هوا از ذره به سرد است. ما شیلرزر نشان میدیم. شیلرزر اون مزون جرکت که دیگه 2 نفر آدم تا بین منطقه رسنده میخواد. ها دیگه بچه خوب باشین. شما را من اینجا میرم چکرهای بگیردین یا چه بخیر پارسال بچه ها سویدن هم داد. خوب جای بودیم دیگه بازم خوب جای نشد. این سال با این یک رقم هماهنگین با ما باشین یک چند روز که لذت ببریم. گفت غلام زندگی 2 روزه. یک روز هم که تر شده دیگه یک روز دیگهش منده که دمزی کوه تر کنیم. اینجا باید قسمت ها رو میبینیم. شیلرزه تابستان برای آوازی بسیار خوب جای. هنوز هم مانده یک نیم ساعت دیگه. اون سرن زکو باید برد. بسیار مزدار جای. خواه کوهنوردی ما هنوز ادامه داره. هنوز ادامه داره. جای باید قخده. باش که اینجا چی گفت موگه کسایی که دلش نداره نبرود چرخوات اندوان بخیزی ویدیو گرد کیفی دوره کیف. هوا هم خوب هوای یه بسیار جای هم خوب جای. سر از تپه باید در جنگل بری تا در مقصد برسی. ما در اونجا مریم از اونجا میچرخیم. هنو دیگه اشتوی دوربین نمه اون سر زکو زکو پاس پایین نشیم که باش که تا آخر چی میشه کجا میرسیم بخیر. طبیعت عاشق طبیعت زندگی در اصل زندگی در طبیعت بوده. مناخ دشوار چنگل برون دشوار طبیعت میبینین. اشکم اینجا اگه عکس هم بگیرم اندوان گم شد. تای کندوال جناب تای کندوال از عکس گرفته خسته نمیشه. در قچاق یاد شما میانه طرف بلغار ما رفتی. خب اینجا هم که هنوز برفه دیگه. با خاطر همزه همیشه توصیه میشه با کاکای کوهنوردی با این دکجا برشده خدا بلای بدی بیده تو آدم چه بدیم بچه ها گماده نمیشه کفش مفش کوهنوردی داشتهشین. سلامتی تون مهمتر از همه چی. شاید لذت ببرین پایان ناخوشایند داشتهشین بس خوب نیست دیگه. همیشه چکرشون با خاطرات خوب بمانه نه این خاطراتتان تلخ شد. نصیحت از من میشنوین فکر میکرد ما نصیحت نمونم دیگه.
بالاخره پر آمدیم. چه جایه، چه کوه، شمال یک ذره. اینجا جاها خب بالاخره در جای رسیدیم که اینجا کسی فقط بوزای کویت را میگرده. خب دیگه آدمی خطرناک بلش توصیه همه شد که از این زنجیر ها بگیرین. خدای نکرده یه وقت نفتین ما که از افغانستان ما خدا ما کم آفریده، چون کوار زیاد گشتیم این چیزا بلدیز ما کنی چیزا تپه هست تپه هم دقسه نه والا اینجاش خطرناکش، اینجاش رو بگیر یک یا الله الله باش که چی وقت خانه استعمال حرکت کردیم پس که یک 4 ساعت راه رمده، یک 4 ساعت دیگه تا ایستگاه قطار رو بریم، شاید 3 ساعت بریم، بعد از ایستگاه قطار هم تا مونیخ را تقریبا 1.5 ساعت راست، از مونیخ تا خانه ما 1 ساعت راه دیگه نموتر. طبیعت اونجا بودیم، از اونجا آمدیم این طرف. جای خوبی است، کسای کنارده دوست دارم با این که خوب جایه.